رامانی شاعری نامدار و نویسنده صاحب ذوق گل رخسار، زنانی سبزبهار. رامانی است از زندگی، از روزگار پرشیب و فراز و تلخ و شیرینی زنان قصه می کند. نامی رمان زنانی سبزبهار، لیکن زندگی زنانی که یک آهنگ، یک رنگ نیست. در دل 101 بهار دارند، لیک خزان پوش. زندگی سختی زنان دیه که گاهی با طنز و گاهی با آب دیده و گاهی با عشق و محبت و گفتگوی و بحث بی ایبا و روی راست آنها تصویر یافته است، بر رشته سخن کشیده شده است. این رمان از قابلیت فوق‌العاده نویسنده باریک بین و حساس گواهی می‌دهد. زنان سبزبهار در دل 1001 راز و نیاز و امید و آرزو دارند. گاهی با درد و گاهی با خنده های اشک آلود می‌خواهند آنها را اظهار نمایند. اما چطور؟ بیایید گوش به گفتار اولی رمان زنان سبزبهار گل رخسار دهیم و از همه آن رازها، نیازها و سر و اسرار دل قهرمانان این اثر آگاهی یابیم. گفتار اولی زنان سبزبهار. نشانه خواب می دید، خواب آوازدار. با شفق دف می زد و صدایش را می شنید. میسه به هوای دف خواهرکی ناگویا و ناشنوایش خرسند و خندان میده و پیچان ارغوشت می رفت. به دف نواز خوشحال نگاه نمی کرد، گویا تنها برای خود می رقصید. پیراهن و سربندی کبود داشت، می رقصید و می خندید. خنده‌اش سرد و وهمانگیز بود. ناگاه تبسم چهره‌اش را ترک کرد. یک بار در جای شخ شد. بازی را بس کرده به خواهرش که هنوز دایره میزد و با کتف و نگاه و ناز شادی را آتش دادن میخواست، قهرآلود نگریست. سپس شتابان شده مرجانش را کشاده به گردن خواهرش آویختن خواست. نشانه رد کرد. میسه او را دنبالگیر شد. دف از دستش افتاده چون سقا جر شد. گیر گیر، نه به خودت نصیب کند عروس. زبان برآورد دختری حیران و بی زبان. تو هم عروسی، گیر دلاور برگردد عروس می شوم. میسه عتاب و اصرار کرد. در روز تویم مرا نرنجان مرجانه، گیر. توی تو پاری نبود نمیگیرم، گیر نه. نشانه رد میکرد و میسه اصرار. خواهر شده مرجان را از دیگر به گردن او آویختن خواست. شده گوس است. مرجانهای ارغوانی روی خاک پاش خوردند. میسه به رخسار نشانه تارسکی سختی فراورد. او از دیگر کرولال گشت. نشانه ترسیده بیدار شد. سراپا می لرزید. بالین و بسترش تر بود. با میخانه می چکد. چشم نکشاده گمان برد او. همانا بر رویش چکیدن چند قطره سرد تخمینش را تصدیق کرد. بام را اندازه کرده نتوانستیم. زمستان عذاب می کشیم. خانه نیم تاریک بود. با چشمانی نیمراغ بی حوصله به شیفت نگریست. بی اختیار سوی جاگه میسه که در بیداری نیز ستیزه خوابش را نبخشیده بود چشم دوخت. جاگه خالی بود. خانه نیم تاریک را که با چشمانی پوشیده می توانست در وی خردترین اسباب را پیدا بکند، باری دیگر زیر نظر قرار داد. بوزی کل، یگانه ثروت خاندان، در جای همیشگی خود پسی در به فرجه نشخوار می کرد. نگاهش از پشتی سیاهی بوزی سفید لغزیده به 6 ستون بین خانه که
بار امارت را می برداشت برخورد. چرخ چوب ها در چغدیگ کیها دو را ندیده چون دو شاخ آهو به دو طرف خمیده بودند. خنبه آرد کنج خانه، رفکی های خرد و کلان، خلاصه در این کلبه فقیرانه همه چیز چون دیروز و پری روز در جای خود بود. می ستاره بام برآمده است، گذشت از دلش، اما همانا تخمینش را رد کرد، زیرا خوب می دانست که بالای بام برآمدن زنی حامله ناممکن است. بی اختیار پایش را تگی صندلی دراز کرد. آتشدان سرد بود. خنکی جسمی نازوکی در کرته کرباسی پیچیده‌اش را فرا می گرفت. او سوی جاگه مادرش که در پایگاه ستون بود نگریسته حیران شد. مادر یک پهلو خوابیده بود و با کسی گفتگو داشت. چگونه بیاری من به پهلوی دیگر گشته است؟ پرسید از خود. مادر سالهاست به درد فلج گرفتار بود و بی مدد دیگران از جای جنبیدن نمی توانست. لبان کمخونی مادر پیوسته می جنبیدند. نشانه هراسان به خنبه به کنج خانه نگریست و میسه غنچه شده را همان جای دید که در خواب دیده بود. لبان مادر می جنبیدند. خیز جانی آچه، بالای رفکی برا، خودت را پایان پرتا. در چشم و لب و ابروان مادری ناتوان نقشی زاری و تولا نمودار بود. دختر همه چیز را یک بار درک کرد. میسه را دردی حمل گرفته بود، دردی حملی پیش از مهلت. هراسان به طاق بالادری نگریست. چشم خالی طاق به نظرش مانند چشم قبر شیطان وهمانگیز نمود. خطی سیاه در جایش نبود. آمد به سرم از آنچه می ترسیدم. چون این معنی داشت هراس دختر از درک واقعه. دوری در این طاق بلند ثروتی بی‌بهای خانواده کتاب‌های مقدس را نگاه می داشتند. کتاب‌ها در بدل نیم جوال آرد به سودا رفتند و به قول مادر این خانه را روح و ارواحی بلاگردان ترک کرد. خیریه همان زمان از به فروش رفتن کتاب‌ها پشیمان شده دخترش را از پی خریدار فرستاده تأکید کرد. زود رو، مریم هم حلال مریم، آرد را برگردان و کتاب‌ها را بیار. کریم خلطه به دوش و میسه از پی سوداگر دویدند، اما در صحن مسجد از کتاب خریده اثری نیافته سرخم برگشتند. میسه در دل از غیب زدن سوداگر خرسند بود. شوهرش را به جنگ گسیل می کرد و عسکر توشه نداشت. آنها دیرگاه پسی در ایستاده جرأتی در آمدن نکردند. خیریه زود زود آن روز را به یاد آورده آه می کشید و می گفت آنی که ما را به این روز رسانیده است در قدی ره نمی پرتاید. از روزی که کتاب ها به سودا رفت و کریم به جنگ، او آرام و قرارش را گم کرد. دلش غم می گرفت. گلویش را چنگ غصه پخش می کرد. در چشمانش بی اختیار اشک سوزان می جوشید. چشم چپش می پرید و می پرید. چند روز پیش در طاق بالادری یک پارچه خطی دهشتناک مانند ماری کورک مسکن گرفت. مادر و خواهر از زنی عسکر خط را پنهان کرده خود در اون ناکی می گریستند. دختر هراسان بار دیگر به درون طاق نگریست. او فند نخورده بود. بدنی گرمش را عرقی سرد بخش کرد. خطی سیاهی از زنی عسکر پنهان کردهشان در جایش نبود. دردی میسه دردی خطی سیاه است. گذشت از دل دختر. پاکشان نزد میسه که عرق شار نالیش داشت
رسیده سرش را که بی‌حالانه به کتفش خم میشد به سر سینه‌اش گذاشت. شانه‌هایش لرزیدند. گریه‌اش آواز نداشت. میسه به او پکر نگریسته گویا سبب گریه بی آواز شانه‌هایش را دانستن می‌خواست. نیشانه نفسی چخور کشیده امداد طلبانه سوی مادر نگریست. چشمانی چوکیده و سرخ گشته این مادرش ملامتش کردند. عالم چپه شود خبر نمیابی. خواب مرگم برده است، جواب دادند چشمانش. چرا مرا بیدار نکردی؟ گیله کردند لبانش. میسه از درد می پیچید. زودتر او را تاری رفکی برار. نشانه حیران شد. به رفکی من به زور می برایم و میسه دو جان چگونه براید؟ گفتند پنجه های گویاش. فرصتی پرسیش و پاسخ نبود. لبان مادر التجا داشتند. زودتر، طفل یا چسبیده است یا چپه آمده است. او چیزی نفهمید، اما درک کرد که اضطراب مادر بیهوده نبوده. حال میسه خطرناک است. لبگزان تمام قوتش را جمع کرده زاینده را تاریه که از رفکی که گویا برای چنین روز خالی بود برآورد. کاسه و طبقهای رفکی را به خدایی خاصه ماما دایه برده بودند. کمپیری ماما دایه زنده می بود. مشکلی اپم را آسان می کرد. گذشت از دلش. کمپیر گویا دعوتی او را انتظار بود که در حال در نوار خیالش پیدا شد. مرده 40 روزه تبسم کنان سوی زاینده اشاره کرد. رفتیم میسه، رفتیم زودتر. گمشو از روحی دایه رنج دختر. نوزاد را دایه زنده لازم بود. مادر خواست نشانه را برای آوردنی بی راضیه به آن طرف دیه بفرستد، اما شب سیاه حکمران بود و نوزاد به مدد خواهرش نیاز داشت. حال نوزاد دمادم بدتر می شد. برا میسه ناگاه مانند جوال خالی بالای خواهرش افتاده او را از پا در آورد. او خود را از تگ بدنی تر و گرمی اپش با عذاب بیرون کشیده با پنجه هایش فغان کرد. تو مرا کشتی. تو را برداشتن نمیتوانم. میتوانی بردار. با اشاره امر کرد مادر. از خستگی استخوانهایش را درد گرفت. اشکش بر رخساره ارغوانیش جوی کشید. او با حکم اشاره مادر زاینده را پست و بالا می کرد. فرمان می داد، زاری و زوری می کرد. به زمین نشستن نمی ماند، از کیتش نمی فراورد. میسه کودکوار فرمان بردار بود. مادر به دخترانش که یکی زبان و دیگری قوت و درمان نداشت عاجزانه نگریسته زار و نزار به خود مرگ می خواست. مرگ عاجزه دور بود و اجل دختری نوزایش در پس در. پایهای زاینده زمین روب شد. نشانه او را همانا کوششی رفکی برآوردن می کرد. دمادم جسمش وزنین‌تر می شد. نوری شیری از فرا رسیدنی صبح درک داده خانه تاریک را فرا می گرفت. حرب و ضرب مرگ و زندگی به اوج می رسید. مادری عاجز محتاج مددگار با امید سوی دری شمال درا می نگریست. اما در این صبح دودی آخری تیرما بجز باد سرد در این عورت خانه را کسی میل کوفتن نداشت. میسه شاید خواهری هراسانش را در نقش ماما دایه دیده خنده اش آمد. شاید دختره که در ترس و هراس مانده را تسلا دادن خواست که از پرده درد جانکا زورکی تبسم کرد. تبسم میسه به نشان قوت بخشید. او باری وزنین تنی نوزا را از دیگر بردوش گرفت. مادری عاجز دیگر مجال دیدنی عذاب دختر را نداشت. او چشمانش را سخت پوشیده
تمام روح و ارواح 77 پشتش را به مدد جگربندش خواند. آنگاه چیزی مهمی به یادش رسید که نگاهش را هراسان به شیفتی دود زده دوخت. لبانش بی حال جنبیدند. کتاب ها، دعای کتاب ها او و خانوادش را به چنین روزی سیاه رسانیده است. خلاصه کرد عاجزه بیچاره. یا روح ارواح بزرگوار، یا ارواح قبلگاهم، یا کتاب های مقدسی بلاگردان مدد. لحظه چنانش نمود که درد دخترش سبک شده مشکلش آسان گشت، اما چشم گشاده حال را از بوده بدتر دید. خدای لک بخش، بنده آسیت را ببخش. خیریه نه سواد کهنه داشت و نه نو، نه کتابی را خوانده بود و نه قصه را منطقاً شرح داده می توانست، نه شعری را پره می دانست. اما از ذات زنان بی سوادی بود که به اولیا و انبیا جان و زبان عطا کردند. عقل ذاتی و خردی ارثی داشت. او وقتی چشم باز کرده و دنیا را دید که کهنه و نو بین خود جنگ بی امان داشتند و غالب و مغلوب معلوم نبود. از وقتی که خود را می شناختگی شد، پی برد که برای خانواده آنها پیش از همه دو چیز مقدس است: کتاب و نان. کتاب و نان، دیگر نه این را دارند و نه آن را. گرسنگی بجای نان کتاب‌های مقدس را خورد. ملا بچه کدام دوره از گرسنگی کتاب را زیر پا مانده و از طاقچه نان گرفته را نبخشیده، خود کتاب‌هایش را برای نان فروخت. ای وای، نالیش کرد زیر لب بر جا مانده بیچاره. پدرش نه دارای دارا بود نه نادار نادار. با پاره نان خود قناعت می کرد، اما گنجی را که او صاحب بود کسی نداشت. رفکی های پست و بلند پری کتاب بود. ملا دیقان صبح ندمیده سری زمین می رفت، بیگاه به بچه های دانش طلبی دیه سبق می داد. مثل دیگر داملاها از شاگردان پول و چیز نمی رویاند، بلکه بعد سبق خوانی شکم شاگردانش را سیر کرده می گسیلاند. بین استاد شاگردان تا نیمی شب صحبت در اوج بود. بحث از خواجه حافظ آغاز شده تا میرزا بیدین می رسید. خیریه می دانست که پدرش شعر می گوید. از بزرگان برای شاگردان فرزندان شعر قرائت می کرد و به خاطره آنها می سپرد. خیریه که بیشتر در این محفل ها شاگردنی دسترخواندار بود، نیز از درس های پدر پاره پاره شعر ازبر کرده بود. کتاب های مقا و چرمی را خواندن نمی توانست، اما هر کدام را بی خطا می شناخت. گاهی به پدر بحث کردنی می شد، ولی ایبا می کرد. از گهواره تا به تابوت علم بیاموز. چرا این حکمت پیغمبر باید تنها خاص پسران باشد؟ این سؤال همیشه سری زبانش بود. گاهی جرأت کرده از پدر خواهش می کرد که این یا آن کتاب را برایش بخواند و شرح بدهد. خواهش دختر پدر را خرسند می کرد. عقل پیشبرنده دولت است، می گفت پدر. دنیا چند بار از دست بی عقلان خراب شده است. عاقلان هم بی خطا و اشتباه نیستند که برای خود گفتند چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی. عاقلان را خالق ما برای با عقل و خرد کردن نادان و جاهل خلق کرده است. باغ عقل را از چشمه خرد آب باید داد تا که نهال اندیشه بسبزد و درخش شود. انجام گفتار اولی رمان زنان سبزبهار شاعر و نویسنده دلاگاه گل رخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود.